همتی یک ورزشی رو وارد ایران کردن، سر و سامانش دارن میدن که توی اروپا خیلی طرفدار داده و فکر کنم ورزش تازه تأسیسی هم هست یا بهتر بگیم تازه ابداع شده. راجع به این ورزش اول بگو ببینم اسمش چیه و اینا چه کارایی داره. بگی بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. این بازی کشورهای اروپایی بازی میکنن. هر کشوری یه اسم خاصی داره که اسم ایرانیش رشته گوی پردار هستش که یه جورایی مثل بازی سپک تاکرا میشه، با پا ضربه میزنن ولی جذاب و چیز میکنه که بتونه چجوری ضربه بزنه که برگرده بتونه دومین ضربه رو ادامه بده. کلا راجع به این بازی با من صحبت کن. اون چه مدلایی از یه مدل دو مدل چه بازی باشه؟ ما سپک تاکرا نداشتیم. این بازی فوتبال داریم، کشتی داریم، اینا رو برای چی وارد ایران می‌کنی؟ همه اینا بعد بودجه براش تعریف نمیشه. اتفاقا این بازی سخت‌تر از بازی سپک تاکرا، یعنی حتی کشور اروپایی برای این یه سیدی آموزشی هم گذاشتن. حتی حالا من الان خدا رو شکر دارم به صورت رایگان دارم عضو میپذیرم. بازیکن فعال، استعداد داشته باشه، انعطاف پذیری داشته باشه، چابکی داشته باشه. کیوان چابک، منعطف، لاغر، خوش استیل. چرا اینو واقعا به عنوان یک استعداد استفاده نمی‌کنی؟ آقا کیوان میتونم بیان بهشون تمرین بدم، عضو تیم ما هم بشن. خیلی خوشحال میشم که آقا کیوان باشن تو گروهمون. اگه یه بچه بانمک هم احتیاج داشتیم آقای اشکان خیلی معرف گوجه سبز که می‌خواستیم بخوریم دلال. خب اما برنامه که خوب باشه تبلیغ زیاد میاد وسطش. ما بریم تبلیغ ببینیم، بعدش خانم معزنی، صدف معزنی پخش میشه، بعدش برمیگردیم به ما بیشتر نشون میده. صدف معزنی فیلمشون پخش میشه. یک مجری خوب نمیگه خانم معزنی پخش میشه رو زمین که پخش میشه، فیلمشو پخش میشه. بریم ببینیم. آی نمک. با خودم فکر می‌کردم که کل دغدغه‌های ذهنی من برمیگرده به این 9 ماه تحصیلی. اما الان می‌بینم نه خیر، دغدغه‌های تابستون رو چطور گذروندنش بیشتر از این حرفاست. مخصوصا برای یکی مثل من که تابستون خودش رو با این فکر شروع میکنه که تابستون یعنی استراحت، یعنی خستگی این چند ماه از تن به در کردن. حالا گیریم مامانا رو هم راضی کردیم که بی خیال درس و کتاب و کلاس رفتن ماها بشن. اما امان از وقتی که خاله زنگ بزنه و یه لیست کامل از کلاسه دخترش و جاهایی که میخواد بره به مامانه بده. تازه اون موقع اول راهه. مامانه میاد و میگه دخترم کدوم کلاسه میخوای ثبت نامت کنم؟ مگه تو جرأت داری دهن باز کن و از یه کلاس تفریحی حرف بزن؟ اون موقع است که شروع میشه. ببین اشرت خانم دخترش 2 جلسه است که داره کلاس فیزیک میره. اقدس خانم نیومدی ببینی از استاد شیمی دخترش چه تعریفی میکرد؟ آخه دختر جون وقتی اکرم خانم پوز کلاس رفتن دخترش رو بهم میده، من پوز چیو بدم بهش؟ اصلا من خودم برات برنامه‌ریزی میکنم. تو کلاسای عربی و زبان و آمار رو ثبت نام کن، برای فیزیک و شیمی و زیستت هم معلم خصوصی میگیرم. من از اینجا از طرف همه بچه‌ها به شما مادرای عزیز توصیه میکنم که پای این چشم تو هم چشمی و پوز دادن و این حرفا تابستون ما بچه‌ها رو خراب نکنیم. ما هم قول میدیم که طرز تفکرمون رو اصلاح کنیم، ولی فوقش 2 تا کلاس میدیم که مفیدم باشه، نه اون همین کلاسایی که شما ازش دم میزنید. حالا قضاوت با شما فرش سفیدیا. اوی کیک بو، اولین استاد کیک بو در ایران. آها دیگه میفته. اوه شوخی میکنی؟ آرش پاس بده دیگه. پاس بده. پاس میده. پاس نمیده. پاس دادی؟ برام بیا. واقعا عالی بود. بیا بزن. کیوانم بازیکن فنی. بزن کیوان. آخه بلد نیست. آفرین بلد نیستی. کم کم داری یاد میگیری ها. کیوانم خوبه. پاس بده خوربازی در نه. مثل قوچانی قوچان نشد. بزن. آقا واحد نیست. خیلی خوب. اینا چیه؟ بیا اینو بگیر دسته. اینا چی آوردی برای ما؟ اینم رشته دوممه.
یعنی ببخشید رشته اولمه که یعنی باهاشون زندگی میکنم. خب بعد میگی بالا صحبت کنی. بعد میگم این رشته اولمه که باهاشون زندگی میکنم. اینا بیشتر کوچولوها بازی میکنن که نه کوچولوها هست، خانواده هست، معلولین هست، حتی با ویلچر هم بدمینتون بازی میکنن. بیا ببینم میخوای باشون چیکار کنی. اینو دست من نفسم نزن قشنگ مثل یه ورزشکار. چیکار میخوای باشون کنی؟ این هم بدمینتون معمولیه. این کارهایی که میکنم همش تمرکزیه. یعنی باید خلاق باشی که بتونی این کارا رو بکنی. یعنی هم تمرکز میخواد، هم چابکی، هم خلاقیت. خلاقیت. بریم چیکار میکنی. اشکال نداره. برحال بعد بهش فرصت. بله؟ چسب زدی؟ آقا ما گفتیم این کار. بله؟ حالا کیه؟ آرش؟ از کیکبو به کجا رسید؟ آها دست بزن من دستم بندی بعد میگم ما متحیر مونی که داری چیکار الان این میچسبونه آکه اصلا شک نکنه. تو نور اینجا مصطفی میری چیکار آفه ببین داره فقط با موج کار میکنه که ایوانا نمک نرید اون دلال رو بذار کنار. باری کرد این باور کن که این فضا الان بهش لیوان آوردگی میکنه. آفرین بیا دیدی؟ یه اشکال نده. خب بیا بدمینتون معمولی بدمینتونت خوبه؟ نه یه کار جالب میکنی گفتیم ما بندازیم تو میتونی بگیری. تو الان میکروفون نداری فقط من حرف میزنم. بده من. برو وایس اینجا. بیا اینجا وایس. بده بیا اینجا. آقا نگاه کن. ای چیکار داری میکنی؟ تو نکن. بیا. این هر کاری داره ما اینجا. بیا. صاف کن. آفرین خیلی خوب بود. بندازیمشون. وایس نگاه کن. من خوب فرد میکنم. بنداز که آخری بنداز. بیا آرش بیا. یا بشین خستم نباشی توپو بده من. چی؟ هستکاریه؟ از طریق انجمن‌های مراتع فردی که زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی هستش انشالله رکورد اروپاییمو میخوام به ثبت برسونم با توپ بدمینتون. چجوری؟ با توپ بدمینتون خیلی سخته. انگار یه وزن خالی رو داری روپایی میزنی. هیچ وزنی نداره توپ. یعنی گرمی هستش. بعد خیلی سخته. رکورد چند تا؟ ببین الان من بیشترین رکوردمو 150 تا زدم. تو ایران رکورد دست شماست؟ نه رکورد دست یه خانم چینی هستش که ساعتی زده. یعنی باورتون نمیشه ساعتی آدم با توپ بدمینتون بزنه بکنم پاهاش از سمت نمیدونم شکل از کمر به پای آسیب ببینه داغون بشه. حالا من خدا رو شکر از یه ماه دیگه دارم رکورد روپاییمو به ثبت میخوام برسونم تو برج میلاد. از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی که مراتع فردی آقای رضایی و آقای رجبپور هستن. تو چند سال ورزش می‌کنی؟ من 11 سال ورزش میکنم. خیلی هم میگن تو چرا چاق نمیشی، تو چرا به بدنسازی نمیری و میگم چون آدم کسی که به بدمینتون به چیز تمرکزی ورزش تمرکزی انجام بده اهمیت بده واقعا لاغر میمونه چون وزنم کم میکنه بدمینتون چون عرق در میاره بدمینتون. حالا این کار آخرمو نشون بدم که خیلی سخته. یعنی دارم روزانه دارم وقت میذارم که این کارو به ثبت برسونم. ببینیم باش. من میکروفون تو بده من.
باریکلا باریکلا. بیا نیفتاد نه دیگه افتاد. آرش بیا اینجا قد میکروفون داشته باشی. بشینیم آقا دیگه بشینیم. واقعا خسته شد. ما خیلی خسته شدم واقعا انرژی گرفت. خیلی واقعا آدم لذت میبره. آدم علاقه‌مند میشه که بره به سمت این. خب ما 1 دقیقه و نیم وقت داریم صحبت کنیم. نکته مونده؟ فقط تشکر میکنم از منو که به اینجا رسونده آقا سیاوش هستش. تشکر میکنم از آقای آرش عبدالمحمدیان مربی ارزنده تیم ملی، آقای امیدعلی هاشمپور مسئول فضای باز بدمینتون هستش که خیلی زحمت میکشه واقعا رو ماهای شعبانی رمضان مخصوصا مسابقات بدمینتون میذاره، حتی بدمینتون نمایشی. خیلی فکر میکنم بدمینتون نمایشی بهشون میگیم نه، میگم بدمینتون نمایشی کار نمایشی، فکر میکنن یکی میخواد وایس اون ور یکی این ور، در صورتی که این یه نفر هم میشه بازی کرد. توصیف میکنی ولی نمیدونم، ولی بازی مثلا میبینن چقدر جذابه کار نمایشی. آرش این شغل تو قراره بشه؟ من رئیس کمیته رشته گوی پردار هستم. از علاقه‌مندانم کسی که خواستن دوست دارن میتونن به سایت مراجعه کنن. نه به سایت انجمن مراتع فردی آقای رضایی هستن، بهشون معرف بشن و بتونن در کنار من فعالیت کنن. و خب چه جوری سایت داره اسمش؟ سایتش هم هستش. خب ما اعلام خواهیم بله. من یه نکته بگم، کسایی که به عنوان اولین نفر همیشه پیشگام میشن خیلی نیاز دارن که ازشون حمایت بشه. یعنی این اسامی رو که گفت من مطمئنم که انسان‌های خیلی با درکی ان که اومدن اولین بار استعداد تو رو دیدن و اصلا حمایت کردن. این خیلی نکته بله مهمه. مخصوصا آقای کاظم مولایی، ایشون با ویلچر معلول هستش، با ویلچر بدمینتون بازی میکنه. یعنی باید بیاین بازیشو ببینید تو پارک لاله تهران. ایشون یعنی اسرا از محل کار در میاد مستقیم میاد بدمینتون بازی میکنه. دست شما در. تو کی فهمیدی این استعداد این رشته رو داری؟ من قبلا فوتبالیست بودم. یعنی تو نوجوان استقلال کار میکردم. استقلالی آقا، همه استقلالی ها. آره دیگه استقلالیا. بعد فهمیده فوتبالیست متوجه فوتبالی مطمئن باش بازم دعوت میدم. اثرات اینا برگشته به خصوصیت بدمینتون. دیدم بدمینتون خیلی چیز پرجذابی و پرتحرکه. خیلی خلاق. رفت استقلال از فوتبال زده شده روی مورد بدمینتون. بریم بخش بعد. بریم بالا نگرده. چیو دیگه؟ آقا میگم بالا نگرده. درجه استقلال صحبت می‌کنی بعد بالا نگرده. بریم کجا بریم؟ کنداکتور رو ما بریم بخش بعد. به نام خدا.